اگه این رفتارا رو داری بدون که تو خیلی قوی. 3 نشونه شخصیت قدرتمند که مردم فکر میکنن غروره. شخصیت قوی همیشه شبیه اون چیزی که توی فیلمو نشون میدن نیست. قدرت واقعی 3 تا نشونه داره که اغلب اشتباه برداشت میشه. 1. سکوت در برابر توهین. وقتی یک آدم قوی مورد توهین یا تمسخر قرار میگیره، به جای جنگیدن سکوت میکنه و دور میشه. این بزدلی نیست، بلکه کنترل روی نفس و اتلاف نکردن انرژی برای آدمای بی‌ارزشه. اونا میدونن مبارزه با نادان فقط تو رو به سطح خودش پایین میاره. 2. نداشتن دایره دوستان بزرگ. آدم قوی دایره روابطش رو خیلی کوچیک نگه می‌داره. این غرور نیست، بلکه نشونه توانایی تنها موندن و نپذیرفتن هر کسی در حریم شخصیه. اونها کیفیت رو فدای کمیت نمی‌کنن. 3. شفافیت مطلق در نگفتن. آدمای قوی با احترام اما قاطعیت نمیگن. این بی‌عاطفگی نیست، بلکه نشونه آگاهی کامل از مرزهای شخصی و مدیریت زمانه. اونا میدونن رضایت همه بزرگترین دشمن موفقیته. شخصیت قوی با رفتارهای کوچیک تعریف میشه، نه با صدای بلند. حالا یه سوال، بزرگترین نشانه قدرت واقعی از نظر تو چیه؟ جواب تو برام بنویس.